سلام، خوش اومدید با یک ولاگ دیگه توی چنل یوتیوب من. میدونم مدت ها بودش ویدیو نداشته بودم، واقعا ببخشید، ولی خب در عوض الان به قولم وفا کردم و قرار بودش که من بیام یک ویدیو بذارم. توی ویدیو قبلی گفته بودم که من چرا دوباره تنها مهاجرت کردم. بهتون گفتم که برای اینکه عمار کجاست و چرا نیومده نیاز به زمان دارم و الان زمانش رسیده که میخوام بهتون توضیح بدم. اولا بهتون بگم که من فرودگاهم اومدم دنبال عمار و الان عمار میاد، دوتایی با هم بهتون توضیح میدیم. اول از همه خواستم بهتون بگم که آقا من برای اینکه عمار میاد و چند روز بتونیم حالا به چرخمون، چون تا موقعی که امارات آیدیمون نیومده میتونیم با گواهینامه بین‌المللی رانندگی کنیم اینجا. گفتم تا امارات آیدی عمار نیومده در واقع بیاد و یه چند روزی ماشین داشته باشیم. ماشین اجاره کردم واسه چند روز بعد از شرکت سعادت رنت که خیلی شرکت خوب بود، من خیلی راضی بودم. حالا میگی چرا؟ به خاطر اینکه من بهشون گفتم که آقا من نمیخوام با کردیت کارت پول پرداخت کنم، یعنی گفتم میخوام پول نقد بدم. گفتم باشه. گفتم که الان بهتون نمیدم، باید وقتی ماشین رو دیدم بدم بیچاره. گفتم باشه. یعنی با شما هم همینجوریان، اگه که اومدید دبی یا حتی کیش و قشم، چون تو ایران هم شعبه دارن، همینجوری باهاتون در واقع کنار میان. اگه هم که اومدید دبی میتونید ازشون رنت بکنید، به خاطر اینکه نیاز به کردیت کارت نداره و همین فقط اون مدرک در واقع گواهینامه بین‌المللی کافیه. حالا ماشینی که من کرایه کردم می‌خواستم بهتون نشون بدم ببینم مورد پسندتون هستش یا نه. هنوز عمار نیومده. ماشین اینه. یه دونه CD20 سفید اجاره کردم، اومدن به هم لطف کردن توی همین فرودگاه تحویل دادن و دیگه الانم منتظر عمارم. اینم دیگه توشه که ببینید. من چون که نمیتونم رانندگی کنم فعلا، چون که امارات آیدی دارم، باید برم گواهینامه‌مو تبدیل کنم، ولی عمار چون امارات آیدی نداره میتونه رانندگی کنه. خیلی راضی بودم از سعادت رنت. فکر نمی‌کردم انقدر همه چیز نرم پیش بره. فکر می‌کردم یه عالمه گرفتاری باشه و اینا. مدارکو براشون فرستادم و اینا، گفتم که پولم میخوام نقد بدم، میخوام کش بدم. بعد گفتم که مثلا میخوام یه ارز دیگه بدم، درهم نمیخوام بدم. گفتم آقا تومن، یورو، دلار، هر چی بدی اوکیه. خودش خیلی کنار اومدن. گفتم بهتون معرفی کنم. نمیخوام ویدیو طولانی بشه، یه چند دقیقه دیگه عمار اومد بهتون میپیوندم. من برم دنبال عمار. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی دور بوده از دوربین دیگه عمار. من اومدم با توضیح این که چرا عمار نبود. بله. ما اینجا یه سری نگاه توضیحات، یه سری من باید یه سری توضیحات بهتون بدم که واقعا من این تایم اذیت شدم. تو باز مثلا حالا تو مثلا پیج و اینا رو در جریان بودم، ولی در جریان بودم. آره. یه چیزی که این مدت خیلی، الان بهتون توضیح میدیم چرا عمار نبود. یه چیزی که این مدت خیلی منو آزار داد، انقدر زنان بر علیه زنان نباشیم. هر کس به هر دلیلی شوهرش رو یه مدت نشون نمیده، هی نگید تو همه زندگی تو اینستاگرام بوده الان باید بیای بگی چی شده. شاید یارو مشکل زود انزالی داره میخوام جدا شه. چرا میای اینجوری میگی؟ شاید اصلا یارو هیچ مشکل رابطه جنسی داره. یارو بیا بگه بچه‌ها سلام، من با شوهرم مثلا اینجوری بود، زود انزالی داشتیم و اینا تصمیم گرفتیم. مردم کلا هم چیزی که من فهمیدم عجله دارن. بابا آخه یعنی یه اتفاقی میفته. اگه که آره، به نظر من اگه یه نفر باشه که بازیگر فیلم‌های خاک برسری باشه مثلا، خب اینقدر همه چیز زندگیش رو باشه و همه چیشو آدم ببینه، آدم مثلا میگه خب این که همه چیشو ما دیدیم، یکی هم این عجله بودنم خب یکم رو مخ دیگه. واقعا دهنم سرویس شد این مدت. یوتیوبمون نونوار شده با وجود من. اوف، نور بارید بهش. بعد از چند تا ویدیو من ویدیو قبلی ها رو نشمردم البته. خب ببخشید حرفتو قطع کردم. من خیلی دایرکت میگرفتم که خیلی دایرکتاتون زشت بود به خدا. بگو راحت. لیاقت نداشتی عمار به اون خوبی، یا برعکس بهتر عمار رو ول کردی، چیزی که زیاد پسر. بابا 2 دقیقه مجال بدید. من تو ویدیوی قبلی اینجا دو طرفه بوده. آره. بعضی گفته بودن که تو رفتی دبی میخوای بری با شیخ عربا شوهرتو ول کردی. انگار مثلا اینجا بیای برسی فرودگاه شیخ‌ها اینجوری وایسادن میگن آره. ولکام حبیبی، بیا هاگت کنم، ولکام تو دبی. آره. خلاصه که دایرکت بعد این مدت خیلی گرفتن. البته که دایرکت خوبم خودش خیلی گرفتن که مثلا ساپورت می‌کنن اینا. حالا بریم اصل قضیه رو بگیم که چرا عمار چند وقت اصل قضیه به خاطر یه بچه 5 کیلویی. برو بچه رو بیار. بچه کجاست؟ نه من مشکی پوشیدم کلا چیز میشه. بچه اونجا خوابیده. در یه لحظه من برام بیارم. نه ولش کن. خب اذیت میشه.
علتش چی بودش؟ علتش برمیگرده به اردیبهشت. ما اردیبهشت که اومدیم دبی تصمیم گرفتیم که کلا بیایم اینجا، به خاطر اینکه از نظر من اما ترکیه خیلی خوب نبود دیگه برای ما. پیشش بود دیگه، از اونجا شروع کردیم به تصمیم گیری. آره دیگه اواخر خرداد اینا بودش. من موکا رو بردم، در واقع ما موکا رو بردیم برای آزمایشاش که بیاد به امارات. خیلی کشور سختیه برای ورود خیلی حیوان. حالا شما بگو توتی، بگو گربه، بگو سگ، یه سری از نژادهای سگو که به طور کل نمیذاره واردش بشه. اصلا خود فلای امیره یعنی موکا رو که پرشیانه اجازه نمیده تو کارگوش بیاد. آره بعد فلت فیس بودنش. بعد خرداد ما جواب آزمایش رفتیم پیش یک در واقع دامپزشک ایرانی هم که ما گفتیم که این چون هموطنه قطعا کارهای ما رو خیلی بهتر انجام میده. ایرانی ترک بود. آره ایرانی ترک بودش. آره. یعنی پاس ترکیه داشت ولی ایرانی بودش. بعد بردیم و بعد جواب آزمایش موکا خیلی دیر بعد 1 ماه و نیم 2 ماه اومد و وقتی جوابش اومدش ما خواستیم برای موکا بلیت بگیریم و اینا، دیدیم که موکا اسمش با CK با کی خالی نوشته. شماره میکروچیپ یه حالت رم خیلی کوچیک‌تر از رم زیر پوست سگ گربه وارد میکنن که اگه این سگ گربه گم بشه شماره شناساییشه در واقع دیگه. آره دیگه. یکی از اعداد میکروچیپ موکا هم اشتباه زده بود. یه چیز اضافه کنم، یه تیتر تست اسمش که باید برای دبی رو میگم، باید حتما واکسن ربیز یا همون واکسن هاریشو بزنیم همین کار بخیر. بعدش نه ولش کن، الان میخواد برون بالا بشینه. بعدش حالا طول میکشه، یعنی ما استانبول بودیم بعد میرفت آنکارا تایید میشد، بعدش میومد استانبول که به ما گفته بود 3 هفته طول میکشه، ولی خب بیشتر طول کشید. آره بعد که جواب آزمایش مکمل یه سری اطلاعاتش اشتباه بود، ما رفتیم بهش گفتیم و اینا، گردن نگرفت، گفتش آره دوباره باید پرداخت بکنی و به ما ربطی نداره با اینا. حالا دیگه چیز نکرد. برو اسم این بچه رو نشونش بدم علت این همه دشواری ما رو ببینن. واسه دست تورو بردار. اینی که می‌بینید، این خوشگلی پیشایی که می‌بینید کلا با بغل مشکل داره. علت تمام دشواری‌های ما بشه. عشق مادری تو پدرسک. برو. بعد داشتم بهتون میگفتم ما قرار شدش که دوباره بریم پیش همون تست بدیم. بعد اینکه یه مثلا کلینیکی باشه که بلد باشه کارهای اماراتو، هیچ کلینیکی نبود، فقط این کلینیک بودش که مثلا من گفتن کارهای اماراتو بلده و اینا. بعد ما رفتیم دوباره برای موکا تست بدیم، یعنی مجبور شدیم تست که داده بودیم و دوباره تکرار بکنیم. موکا دستشو من امار توی ماشین بودش، من اومده بودم توی کلینیک با موکا چون که جا پارک نبودش. بعد خب حیوانه دیگه، در هر صورت موکا یه گربه است، یه حیوانه، نمیفهمه. باز دوباره من خون میگرفتن اینم بگم. آره بعد داشتش خون میگرفتش. بعد موکا دستشو همون موقعی که کشید این کلا به دستش حساسه. آره کلا موکا به دستش حساسه، یعنی مثل گربه‌های دیگه نیست راحت دست بده و اینا. حالا نگید که چقدر داره طول میده، بعد اینو توضیح بدم که بفهمید چرا امار نبودن. بعد موکا که دستشو کشید این دامپزشکی محکم زد رو کتف موکا، جوری که موکا جیغ زد. جیغ گربه ها هستش تو دعوا جیغ میزنن، جیغ میکنن. بعد من دیدم که موکا اینجوری که قشنگ این صدا، یعنی بچه من واقعا ناله کرد. بعد من دیگه یه لحظه دیوونه شدم اون صحنه رو دیدم، گفتم که این حیوانه نمیفهمه، تو هم حیوانی نمیفهمی، چرا گربه رو میزنی؟ خلاصه من با این دامپزشک دعوام شد و اینا. اون گفتش که به تو چه، اصلا تو کار من چرا دخالت میکنی؟ من گفتم آقا تو فلان خوردی، برای چه حیوان منو میزنی؟ تو غلط کردی، زنگ میزنم پلیس بیاد و اینا. توی ترکیه هم اینجوریه که پلیس وقتی زنگ میزنید میاد اینجوری میکنه که اینجا پاسپورت ترکیه داره. اون گفتش من پاس ترکیه ندارم، خدا رو شکر. گفتش که حق با هموطن منه. گفتم یعنی چه حق با هموطن توئه؟ اون گربه منو زد جلوی چشم من. گفت نه و فلان و اینا. حالا خلاصه بعد ما مجبور شدیم این یه رضایت هم بگیریم که تازه از من شکایت نکنه. خب موکا رو زدش، منم 2 تا فوش بهش دادم. یعنی من با منطق خودم نگاه میکنم این کاملا عادلانه است. بچه منو زدی 2 تا فوش خوردی، تازه من اگه دست خودم بود حتما میزدمش، یه کوچولو هم زدم. بعد دیگه من گفتش که مگه مثلا حالا یه دونه دامپزشکیه باید باشه. بعد اما بهم گفت مگه حالا همین یه دونه دامپزشکی با فلای سر تو اینا. ما رفتیم آقا هرچی ما دنبال دامپزشکی گشتیم، گفتن ما کارهای اماراتو بلد نیستیم، کارهای اداره اماراتو بلد نیستیم و اینا. حالا کسایی که ترکی زندگی میکنن میدونن ترکا کلا چیزی که ربط داشته باشه به زبان انگلیسی رو دیگه بلد نیستن، تا جایی بلدن مشکل باش دارن زبان ترکی باشه. آقا ما گشتیم مثلا اوایل تیر شدش، اوایل شهریور بود نه؟
ببین تسته با هم می اومد دیگه، تسته اومد فهمیدیم که خراب کرده، تسته خودش طول کشید بیاد. نه تست رو میگم. آره اول شهریور بود دیگه. من به عمو گفتم که بابا یادش نمیمونه که یارو این همه مثلا مشتری داره و اینا، تو با مونکا برو احتمالاً یادش نیست دیگه. اما رفتش و اینا من زدم خودم به کوچه علی چپ. آره خوش زدم به کوچه علی چپ و اینا. بعد اول میگم که منشی خانومم داشتش، فکر میکنم خانومش بود. خانم اون یکی بود، این یکی مجرد بود. حالا اون رو من نفهمیدم دیگه چون من یه بار بیشتر ندیده بودمش. بعد اما میگه که آره مثلا گربه‌ام رو چیز کنم و اینا. بعد برگشت به عمو گفته بودش که من که به شما گفتم کارای گربه شما رو من دیگه انجام نمیدم. بعد عموام گفته بود این گربه منه، اصلا گربه اون نیست. گفته بود گربه شما، بالاخره گربه تو خونه شماست دیگه. بعد دیگه عمار دیگه بگو اینجا رو چیکار کردی؟ عمارم دیگه گفتش که ما جدا شدیم، ما اصلا با هم نیستیم. بعد اون منشیش هم که پیشش بود خودم زدم به کوچه علیشه بودی این مثلا نمیشد، من گردن نمیگیرم. بعد عمار گفته بود که اصلا ما دیگه با هم نیستیم، ما مثلا از هم جدا شدیم از آخرین بار که اینجا اومدیم و اینا. بعد خانومه که منشیش بوده برایش گفته که اگه جدا شدی چرا هنوز عکسای با هم میذاره، چون شناخته بود شکیبا رو. حالا شانس من مثلا دو تا آدمی که کارم پیششون گیر هستش و مثلا با هم خوبیم نباید مثلا منو بشناسن. این یکی که چش نداره منو ببینه منو بچه جالبه. اون دفعه اولی که تو رو دیده بود اصلا برو خوش نیومد. آره برو خوش نیومد. اول مثلا حالا فالو میکنه و اینجور داستانا. بعد عمرم گفتش که نه اون عکس‌ها از توی آرشیو و اینا نمیخواد خانواده‌مون بفهمن این داره همینجوری میذاره و اینا، ما با هم نیستیم. دیگه خلاصه که عمار قسم پیغمبر و اینا که آقا ما واقعا با هم نیستیم و اینا، گفته باشه چون که با هم نیستید من کارتون رو انجام میدم. بعد عمار با خونه گفت اینجوری شده. گفتم خدای من آیدی این زنه رو از کجا پیدا کنم که مثلا بخوام بلاکش کنم که زایس میفهمه، بعد از کجا پیداش کنم که بلاکش کنم. یعنی بحث اولیه ما این بودش که من از کجا پیداش کنم که بلاکش کنم. حالا اسم دکتر رو من میدونستم به خاطر مهری که زده بود، ولی خب اون منشی بود. آره دیگه اسم منشی ما نمیدونستیم دیگه. عرضم به حضورتون که اینجوری شدش که من یه مدت مجبور شدم اما رو تو پیج نشون ندم، پستایی که داشتیم با هم آرشیو کردم یه مدت. سر تست دوم دیگه یعنی آره. ولی خب کارهای مونکا تا لحظه آخر دست این دامپزشکی بود دیگه، چون که من نمیخواد دیدم آدم عقده‌ایه آخه، به تو چه که کسی با هم هست یا نه، تو دامپزشکی کارتو انجام بده، بعد مثلا کار گربه رو انجام بدی، کار گربه رو انجام بدی، کار انسان که راه نمیندازه که با من لایک کنه. نه اینطوریه که شاید ساده به نظر بیاد ولی واقعا پیدا کردنه یه شخصی که بتونه کلا پت، حالا چه سگ چه گربه، حالا کاری به پرنده ها و اینا نداریم، از ترکیه بیاد اینجا یعنی نمیدونستیم کی به کیه، اگرم بودن حتما باید ترکی حرف بده که اصلا گیر نمیومد. یکی دیگر یه جا دیگه پیدا کردیم که گفت نه دبی من اصلا حالا به قول معروف گفت گردن نمیگیرم و اینجور حرفا، به خاطر اینکه قوانین دبی خیلی سخته. سر کوچه‌مون که گفتش که به دبی که نمیتونی گربه ببری. آره. سر کوچه‌مون یه دونه هاسپیتال بودش دیگه، کلینیک و اینا نبود، خیلی بزرگ بود. اطلاعات کافی نداشت اصلا. آره. بعد اینجوری شد که من یه مدت نشون ندادم، ولی من توی همه عکسام حلقه داشتم، عکسایی که پست کردم، عکسایی که استوری کردم همیشه حلقه داشتم. بال و پر ندادم به این قضیه که عمار نیستش، که مثلا بعضیا مثلا با شوهرشون 2 روز قهر میکنن میگن که وای ما از هم جدا شدیم و اینا، باز فردا با هم عکس میذاریم. من خودم بال و پر ندادم، فقط یه مدت عمار رو نشون ندادم که به خاطر یه بچه 5 کیلویی، به خاطر یه بچه 5 کیلویی که الان خیلی اذیت شدیم سر موکا، خیلی واقعا اذیت شدیم واقعا. یعنی من به شخص از اون ور شکیبا تنهایی بکشه از این ور، اونجا من هر روز پت بودم، یعنی وت بودم، میگم پت بودم. هر روز پت بودم، این مهرشو اوکی کن، اون مهرشو اوکی کن، استعلام از دبی میگرفتم چی میخواد چی نمیخواد. منم از این ور با یه شرکتی بودم که آره خب جالبه. آره اینم به شما بگم که از اون ور یه شرکت اوکی میکرد میفرستاد، از این ورم یه شرکت تحویل میگرفت که پست کردم. آره اومدن تحویل دادن اینا. دقیقاً اینا اونا بودن. آقا این بودش قضیه. چی می‌خواستی بگی؟ نه گفتم من اونور هماهنگ می‌کردم، شکیبا از این ور با هم ست می‌کردیم، بعد دیگه کلا اوضاعی بود دیگه. قضیه این بودش آقا، وگرنه که عمار هستش، ولی من توی مدت فهمیدم که چه کسایی دوست دارن من جدا بشم. چه کسایی؟ از بلاگرها گرفته، از دوستام گرفته، از فک و فام. خیلی جالبه. خیلی جالبه. من اومدم استوری گذاشتم میگم آقا از من چیزی نپرسید، بعد بعضی بلاگرها جدا شدی بابا ساکت شو دیگه. اسم بیار. نمیخوام اسم بیارم. خوشم نمیاد.
ازش بعید نیست خدایی. بذار بگم. نه ساکت شو. بذار بگم. ساکت شو. بعد چی؟ فک و فامیلمون مثلا من اصلا مامان بابا متوجه این قضیه نشدن که بعد ما همه شب به پدر مادرمون توضیح نمیدیم که مثلا شما هم فکر می‌کنم اینجوری باشه 0 تا 100 زندگی رو که این زنگ ما اینجوری شد اونجوری اصلا آخه ارتباطی نره بهشون. حالا پدر مادر هم جای خودشون. اون فامیلمون بودش که من یه سری استوری گذاشتم یالمو بهش یه فامیل ما هم اضافه شد وسطاش. آره یه فامیل اینا آره یه چیزی ها به قرآن وسط لایو شکیبا می اومد شما از هم جدا شده اید آیا عمار کجا؟ درست میگی؟ تو قبل این قضیه بود. جدی؟ آره آخه یکی دیگه تو چند تا لایوت می اومد کامنت هم میذاشت. لایو که نه تو چی؟ حالا بعدش بهت میگم خیلی نزدیکه. ای وای خواهرت بهم گفت. کیه؟ من یادم میره. بعد این خیلی بده. بعد این فامیلمون زنگ زده بود به مامان من یهویی شکیبا جدا شده. مامان من بیچاره پشماش ریخته بود بعد فشارش رفتش بالا. بابام داشت سکته میکرد که نکنه مثلا من واقعا جدا شدم بهشون نگفتم. خب خفه خون بگیر زن اصلا خودتو خون نکن. اینطوری شد که بازگشت قهرمانانه من به یوتیوب و اینستاگرام شکیبا و فامیلی و خونه خانواده دوست آشنا فامیل دبی گرامی می‌داریم. بعد همین دیگه. تو چه دایرکت میگرفتی این چند وقت؟ من دایرکت میگرفتم آقا عمور بیا توضیح بده تو رو خدا نمیدونم چی شد. تو کانال اون فیلتر چکنم هم میومدن میگفتن مثلا علت جدایی یه نفر اگه واقعا باشه شکیبا از رابطه اجتناب میکنه. عمار هم از جواب دادن به سوال اجتناب میکنه. بعد جالبه پیج شخصیمو گیر آورده بودن هی فالو میکردن هی فالو. بابا من اصلا ننوشتم تو بایوم خانواده و دوست اسم خودم اسم چیزم آخرش نوشتم پی وی اصلا یوزرمه پی وی دیگه اینجوریه دیگه ما ولی ناامید شدم از خیلیاتون خداییش ناامید شدم ولی از خیلیاتونم به خیلیاتم امیدوار شدم. خیلی هی مثلا با اینکه چه اتفاقی نیفتاده بود میگن ناراحت نباش. خب ناراحت نیستم. تنها ناراحتی من این بودش که مدت طولانی از هم دور بودیم حدود 2 ماه 4 روز دیگه میگذشتش میشد 2 ماه که ما از هم دوریم. همین سرتون رو درد نیاریم. با محتوایای فانتر خدمت شما میرسیم. بله. همینجا ویدیو یوتیوب بعدی هوم توره. البته تلویزیونمون یه سری خرت و پرتا نرسیده ولی من میذارم بقیه رو دوباره بعداً اضافه میکنم. ها میذاشی سورپرایز مثلا میشد. واه هوم تور. نه قبل گفته بودم باش ویدیو بعدی پس هوم تور میبینیمتون. سابسکرایب یادتون نره. اگر ویدیو رو دید ساب کنید. لایک هم بکنید کامنت هم برای ما بذارید بگید ای وای چقدر خوب شد با همین. و بچه‌ها همونطور که اول ویدیو هم گفتم من 3-4 روز خواستم ماشین رنت بکنم از سعادت رنت کردم. بله. هم ماشینای خیلی خوبی دارن از قیمت خیلی پایین تا قیمت خیلی بالا و همین که میتونید بدون کردیت کارت ازشون ماشین اجاره کنید یعنی با پول نقد و لازم هم نیستش پولو پیش بدید. میتونید توی فرودگاه بگید که بیان ماشین رو تحویل بدن شما هم حالا اون موقع قرارداد بنویسید. ماشیناشون واقعا تمیزه یعنی چک کنید از لحاظ تمیزی از لحاظ سالم بودن خیلی تمیز و سالمه. من لینک پیجشون و لینک یوتیوبشون رو توی دیسکریپشن این ویدیو میذارم. اینکه شمال جنوب ایران دبی اومدید همه جا هستن دبی خواستید بیان بهترین جا که میتونید ماشین رنت کنید سعادت رنته. دوستتون دارم مراقب خودتون باشید. خدافظ. بوس شکیبا به کلتون. خدا